میکنم باقی آدمشن؟ نه بابا بچه خوبی بود. بچه نیومد؟ نمیدونم. پشیمون شدن؟ نه. از کجا میدونی؟ دهن منو سرویس کرد بیاد خونه صحبت کنه رسمی کنه همه چیو. بچه نیومدن؟ حتما طوری شده. چطوری؟ طور دیگه شاید تصادف کردن. همگی با هم؟ نمیشه؟ بچه زنگ نزدن؟ تصادف کرده باشن مرده باشن چطور زنگ بزنم؟ نکرده باشن چی؟ بس به حالت طبیعی مردم. این ازش مطمئنی؟ مطمئن نبودم که نمیذاشتم بیاد شوهر رو بگیره. فردا میری اونجا خبر مرگشون بیاری. بله. غیر این باشه چی؟ غیر این نیست. غیر این باشه تو هم میری برای دل رفیقت. هر جا اون هست تو هم همونجا میری. یعنی چی؟ بی خود کردی یکی نمیشناسی برمی‌داری میاری اینجا. اسم گذاشته رو خواهرت. فردا نت بگیرتش هم فکر می‌کنن یه طوری شده. مردم زر زیاد میزنن. زر بزنن مقصر تویی. واسه چی همه چی جار زدی امشب خواستگاریه؟ مامور بازی چی رو در میاری؟ میگم پسر خوبی بود. گفت مشوره خوشم میاد. به من گفت. من به تو گفتم تو هم گفتی بگو بیاد. من گفتم این تضمین می‌کنی. از کی تا اینقدر رو حرف من حساب می‌کنیم؟ عزگری دیگه. اینجور موقع نمی‌ترسی حساب کتاب تو به هم بریزم. موقعی که برات سود داری به من اعتماد نداری؟ چی رو دلت مونده اینقدر ور میزنی؟ این همه سال وسط مثل سگ جون کردم نکردی یه کار درست به من بگی. عقل داری کار بدم دستت؟ تو شعور داری؟ 3 کیلو شیشه رو با اون امیر دیلاق ورداشی بفروشی. کو پولش؟ میاره. یه سال قراره بیاره. چیکارش کردی؟ من پیداش میکنم میگیرم ازش. یارو رو پیروز اعدام کردن. میگیری ازش؟ این همه سال وسط کار کردم به من پول ندادی. وردا جا ضرره. بیا. برداشتم جای طلبت. داشتم نبودی جفت گوشات بریده بودم گذاشته بودم کف دستت. چرا این تهدید میکنی گوشتو ببرم؟ بگو میترسم تو کاسه بزنی رو دستم. بگو معرفت ندارم دستتو بگیرم. بگو به غریبه حال میدم ولی به تو حال نمیدم. گوشتو ببرم. به گوشت من ببر. خیلی وقت اینو نپیچوندم در آوردی آره. ول کن آقا. ول نکنم چیکار میکنی؟ هیچی ول کن. بعد تو دست و پات شونن. شربتو نمیتونی بکشی بالا. چرا انقدر زور میگی؟ من میگم به من ربطی نداشتی تو میگی داشته. بله داشته. درستش میکنی. چشم. همین الان 11 شبه. بردم خونه‌اش. آدرس ندارم. چه دوستیه که تو آدرسشو نداری؟ اصلا میشناسیش؟ رفیق امیره. اون دراز خودش آدمه؟ تو رفتی رفیق اون آوردی واسه خواستگاری خواهرت؟ حالا اگه اومده چوره رو 2 دستی تقدیمش می‌کرد. الان اینجوری شده منو بازخواست میکنه. چرا از اول نگفتی؟ برای اینکه به تو اکله اعتماد کردم. نه اینا نیست. گفتی دختره دیگه از دست اون در رفته ردش کنی بره. ول کن آقا. ول نکنم چیکار میکنی؟ هیچی ول کن. بعد تو دست و پات شونن. شربتو نمیتونی بکشی بالا. چرا انقدر زور میگی؟ من میگم به من ربطی نداشتی تو میگی داشته. بله داشته. درستش میکنی. چشم. همین الان 11 شبه. بردم خونه‌اش. آدرس ندارم. چه دوستیه که تو آدرسشو نداری؟ اصلا میشناسیش؟ رفیق امیره. اون دراز خودش آدمه؟ تو رفتی رفیق اون آوردی واسه خواستگاری خواهرت؟ حالا اگه اومده چوره رو 2 دستی تقدیمش می‌کرد. الان اینجوری شده منو بازخواست میکنه. چرا از اول نگفتی؟ برای اینکه به تو اکله اعتماد کردم. نه اینا نیست. گفتی دختره دیگه از دست اون در رفته ردش کنی بره.